لا مرکزی کانتون خوسری و خلسری کردان لاهور شیخجنگی سرکش خیانتکارین کردی لباشوری ولاد با آلیکاریا حجر شعبی و کومرا اسلامیا ایرانی پروژه که نو به ناو لا مرکزی دست پیکرینه. اف پروژه بنگه ها خواج پیلانه که قریج وردگیره. آرمانجی لاواسکرنا حکومت باشور و پارتیا دموکراتیا کردستانیه. با گوتنه که دون مروف دکاره ناو قناغا دویمین یا 16 اکتبری لی بکه. جبو که ام بی بابتی باش فان بکن پیوسته بزانن لا مرکزی تی چیه و ینه که چی مرامپی هیه. لا مرکزی سیستمه که گریدای آوای حکمرانی دولت کی فدرال ده لگور وی دستالات سروری لسر حنک حریم و ولایت انتیم پاروکرن پشت هر حریم و ولایت یک دبه خودی خسری و لریبه برنا دستالات تشریعی بجیکرنه و دادوری ده اف یک بلا مرکزیت که سیاسی تی بناف کرن لیبل لا مرکزیت کاریگری و اداری جهیه لگور وی ارک و برپسیارتی این اداری لنابرا دستالات نابندی و پاریزگه و حریم ماندتی دا بشکرن اف حریم ارکین خود بجیدکن لیبل لبن چابدری و شوپاندنا دستالات نابندی دا لعراق فدرال با جنگ آزادی سال 2003 و کردین باشوری کردستانی به تباهی بشداری دیلاکر جبو جنابرنا صدام دیکتاتور سیستم که فدرال لعراق خط پیرف کرن مسعود بارزانی و جلال طلبانی وی دمی پر هولدان کو مافینگل کرد به دستور بنگهین یا عراق دا ورن گارانتی کرن جوی دما باشوری کردستانی سرخوبونا خود به دست خستی و هیا ایرو به دهان پیلان قرجی نافخویی و دولت داگرکر جبو نهشتنا و هریمی هاتن مشاندن لیبر تو یک جوان پیلانان سر نگردن جه مخابنیه کو گروه که دناوا یه نکیدا موتور وان همو پیلانان بو جه آبابونا حکمت باشور کردستان پارلمانتوی باشور به صدان قانون جبور رخصنا کار و ارک نافخویی کردستان پجراندن کابینه این حکمت جه سال 2030 حیا کابینه نهان گلک بزرالی پرسا لا مرکزی ده بحث کرو دوارین کاریگری دا پیرف کرو آمان جه حسان کرنا ارکانو پیدانا دستالاتان بو ریوبرین خوجهی انجام آوی یکی به زلالی باشوری کردستان و عراق فدرال زلال بو که هر یک دکاره بچاف ببینه حریم باشور جسال 2030 به تو آوا بو بگه هاوی بهیس کرد به رواج عراق به تو آوا ویران بو که تل لیستا خرابترین ولات دو هر وها خطرترین ولات جبو جیان کرنه لسر اصلا جهانی پاش نخوش کردنا مانجلال ایدی پارتیا یعنی که کت دست هنک کالفامین رومتا کردستان برجواندی انگل خاکا کردستان لجموان تو پیروزی اگنما خوینا بسادان هزار شهید و انفال و قرکرنا بسری گلی کت هاتی به بها بون وان کالفامان سیاست خدمتکرنا داگرکران و ویران کرنا کردستان جاره که دندا مشاندن کالفامین یعنی که ایدی لوقت هر کریزه که دا دوسیان خوین ایخانتی بکارتینن کانی چوال 16 اکتبر وان دست خدا دست دولت داگرکر این وقت ایران ترکیه و عراق صدی پهنجی خاکا باشور به بازار کرکوکی و فروشت و بشر هولدان و آلیکاری حجر شعبی و ایرانی ایریشی سر باشور کردستانی ورکرن استاتیا باشور ور جناب برن جارکتن روژین در بازبوی وان با اوای کدن اف دوسیه ینگ مار در خصم پیش یعنی که دخوازه سلیمانی جارک دم به عراق و گری بده استاتیا کردستانی لاواز بکه انجمن پارلزگاه سلیمانی کو گوران و یعنی کتی دا پرانینه نها کتیه نابا حول مزندا جبو جی بی جی کرنا لا مرکزیتی لیبل او بناب لا مرکزی لا کارگری دخواز لا مرکزیت سیاسی دیگن و تا جدابونا جوی حرمی گریدان سلیمانی به دولت داگرکر عراق و گلو ماقه گلو کرد بزاوا رزگاری خوازی نجبو جدابونه جی دولت داگرکر دست بکر بو بگوتنه کدن هر کود دچه باندورا دولت حرمی لسر سیاست و میجیکی هنه کیزن سیاسی کردی به تیبتی لباشوری کردستان پیتر دیارده به خستنا روژوا سیستم لا مرکزی آجی عالیه یعنی که بکه و جر وی باندوری جبرکو هر نهال مدیای کردی به تایبەتی مدیای سربیگن کی و پککی و بنیرن وی باش میزه بکن و روش چی آستکی خطر دایا اف دولت دجمن بریا هنگ جی پارتیان کردی دخوازن به چی آواز سیاستین خوین قریش لباشوری ولات بجی بکن و باشوری کردستان یکون ها جبو همو کردان بوی جه شانازی و سیوانه که جبو خوب پارستون و آزادی گیش کردان دیگ بدن و بکن چندین پارچه مجاران ها پیتر جه هر تشتکی دنا و سوسیال مدیا و چاپمنیه دا به تایبەتی لباشوری کردستان تیباس کرن بجی کرنا سیستم لا مرکزی یا جی عالیه یعنی که ویه وکی هر جارو بسدما ندانا موچه و بوچه حریم باشور جی عالیه دولت داگرکر یا عراق و روش سیاسی و
آبوری و جیواکیا باشوری ولات تبله بویه دولت داگیرکر دخوازن دوی آوا شیلی دا ماسیان بگیرن اف دولت دیسان وکی پیشنها وکی پاش رفراندوم و ایریش عراقی با آلیکاری پارتی که کردی و به دفن شکاندن هر دو آلیان جی آلیان پیشمرگی کردستانی و بداوی ها بشر هر بی پارتی خاص ستاتیو حریم کردستانی تیک بدن و بحث لحکومت انکاس کر اف جارجی دخوازن به بحث کردن و گواش سر حکومت حریم باشور پرزگیری کاندریا و حکومت شرعی هالبجارتی جی آلی گلی کرد و دروز بکن د ناوراس سال شیستان دا جی 100 سال رابوری یکم جر سیستم آلا مرکزی جی آلی جلال طلبانی و خزوری و بیه بناو ابراهیم احمد لباشوری ولات خاد بحث کرن لیوی دمی دا کو شورش مازن یا ایلون بریوه دچو مام جلال و ابراهیم احمد با آوای که نهینی پیوندی بر رایدار دولت داگرکر یا عراقی بکرنو بی و گیران جبو سرکردایت شورش کردستان کل وی دمی رحمت خدای لیبا جنرال مصطفی بارزانی سرکردایت وی دکرو او دو کس کتن دانستاندن نهینی دیگل دولت عراقی و به فرمان رایدار عراقی جبو زخکرن لسر بارزانی نمر دا کو دست داخوازن گل کرد برده بابت الله مرکزی و باجران خس روجه و جوان خواست بارزانی راضی بکن دست داخوازی نتوی هگیره و لسر اساس الله مرکزی اداری جبو باجران کردی دیگل عراقی دا دانستاندنی بکن لیبل اویک بتندی جی آلی بارزانی و خاطرت کرن لسال 1963 جلال طلبانی و ابراهیم احمد اف خواسته که عراقی دیگل جنرال بارزانی بحث کرد لیبل بارزانی جی راگو و اف تجاران لدیجی دانستاندنا نینه جبو چاره سری کرنا پرزگیری کن لیبل دانستاندنه که لسر اساسا جدستانا داخواز گلی کرد رازی کرن به هنک مافین بچوکو دیسان پرچه کرنا کردستانی به تو آوانا قبول کرن سیستم الله مرکزی هنجی بحث کن و جاره که دن مکردان جه هف دول بکه و او یک نا به درمان جبو برینا کرد و کردستانی جبر وی یکی ام دانستاندنین به وی آوایی بتندی رد کن پشتی 3 سالان آنکو لسال 1966 ده جبر کو بارزانی وی یکی رازی نبو ایخانتا به ناو و دنگ یا سال 1966 رودا لیپرسا سرکه اوه گلو اف جاره برد کرنا وی یکی وی چی ایخانت کو مالویرانی که جبو کردان درست بکن آرا سیستم الله مرکزی یانجی خوستری و کانتون دو به سیستم که باش به لیبلی نجبو حریم که وکی حریم باشوری کردستانی اف سیستم دو به جبو ولاتا کی سر بخو کو همو باجرین و بکارن خو خودی بکن و بریبه ببنو تشتکی باش به لیدی حریم که وکی حریم باشور ده کو هیان ها مترسیل سر ستاتویا وی هيا و هرتم دجمن دخوازن با آوای کی پرزگیری کان جبو حکومت اوی درست بکن و جناب ببن نه بتنی تشتکی باشنینه بلکو تشتکی پر خطر جی گر بزلالی جی بخوازین بحث بکن لاهور شیرجنگی ریبری کالفا مینینه کی نها پروژه که مزن ایخانتی به هم آهنگی دولت داگرکر ایرانی عراق حجر شعبی و ندوره کو هنک پارتین وکی پکی کی و تغییر گورانجی تیدابن دست بکریه مرو دکاره ناو قوناغ دویمیا ایخانت 16 اکتبر لبی پروژه بکه لاهور نها کتیه ناو حول مازن دا جبو کو معاش و بودجه حریم باشوری کردستان جی عالی بغداد به ور برین جبو کو زخته کی زیده بکه و سر حکومت باشوری کردستان گرمرو بپرسه گلو چما اف پلان لدیجی حکومت باشوری کردستان تین مشاندن بر سفر زلاله جبر کو حکومت باشوری کردستان نکتیه جی باندورا ایرانی اف پروژه اگر چی لاهور و حوالین وی نابه لا مرکزیت لیکرنه لیبل ایخانت که مازن لپشت هیا و جی ایخانت تا فروتنا ولات ل 16 اکتبر 2017 دا کمتر نینه او یک جی تشتکی تازه نینه یعنی که به آلیکاریا عراقی به سری گلی کردینه لسال 2013 دا کو نوری مالکی سروک وزیر عراقی بو جی آلی یعنی که و به تیبتی جی آلی عادل مرادی سکرتر انجمن نوندی یعنی که به بریارا ایرانی هات رازی کرن و معاش و بچه حریم باشور خود بکه جبو کو گل وره بچکرن و بشرا لدیجی حکومت باشور سرهزدانه که وره کرن لیبل حکومت باشور هر زو هست به وی پلانه کرو بشرا جناور لداویه دا امدبیجین لا مرکزیت اکو یعنی که داخواست که تنی یک رامان جبو هیا او جی لاواز کرنا ساتیا باشور کردستان لهمبری عراقی